همراهان عزیز و گرامی برنامه اسرریوا مجدد خوش آمدین و تشکر میکنم از اینکه با ما همراه بودین و همراه خواهید بود در برنامه اسرریوا. اینجا در استودیو جناب آقای محمد ابراهیم رحیمی، بنیانگذار گیاه انقوزه در هرات، یکی از جوانان فعال، پرتلاش و کوشا، صحبت میکنیم با ایشان درباره گیاه انقوزه و معرفی میگیرن این گیاه چیست، چه خواص و چه خصوصیاتی داره و از لحاظ اقتصادی چقدر میتونه اهمیت داشته باشه. صحبت‌های آقای رحیمی رو بشنوین و مطمئنا دوستانی که دوست دارن در قسمت گیاه انقوزه سرمایه گذاری بکنن یک سری معلوماتی رو کسب بکنن که در این بخش برنامه فرصت برای عزیزا مهیا شده. در ابتدا سلام، خیلی خوش آمدین. به نام خدا، عرض سلام دارم خدمت شما و بینندگان تلویزیون شما که از صفحه تلویزیون اسلام رو بیننده هستند. سپاسگزاریم جناب آقای رحیمی گرامی، خوش آمدین به برنامه همراه با قوطی‌هایی که حاوی گیاه انقوزه هست. مطمئناً به معرفی میگیرین و قبل از اون خوبه که اصلا بگین گیاه انقوزه چگونه گیاهی است آقای رحیمی؟ گیاه انقوزه گیاه طبیعیه که به دشت‌ها، صحراها به طور خودرو قبلا سبز میکرد و حالا این را آوردم تخم از جمع‌آوری کردم، این کش میکنم به صورت آبی و للمی. این حدود 20 سال میشه که سمت شمال کش میشه و حدود 6 سال از سال 1396 بوده که من توسط یکی از دوستا خو این خریداری کردیم. سال 1396 بود، این را آوردیم کش کردیم. سال 1400 بود که شیره از جمع‌آوری کردیم. قبل از اینکه هنوز شیره از نفروختن بیشتر دوستا میگفتم این شیره از کسی نمیخره، یه ارزش نداره. بعد از اینکه ما شیره از به فروش رسوندیم بیشتر دوستا علاقمند به کش شدن، چون که یک حاصل خوب داره. در یک جریب زمین حدودا سالهای قبل شیره کم قیمتی بالاتر بود، تا 17-18 لک تا 20 لک افغانی عاید داشته. خود ما اون سال اول 20 لک افغانی در یک جریب زمین عاید کردیم. گیاه خیلی ساده، یک طریقه کشتازی و زحمت آنچنان مثل کشتای دیگر نداره و آبی خیلی کم لازم داره. خیلی عالی. خود شما شخصا چی سبب شد که بالاخره در ولایت هرات به عنوان اولین فردی باشین که ایده به ذهن شما بیایه برین و گیاه انقوزه کشت بکنین؟ سال 1396 بود، مردمان سمت شمال آمده بودن به کوههای قریان شیره از جمع‌آوری میکردن. بله. بعدا رفتیم پرسان کردیم که شیره از چیکار میکنیم، دیدن که صادرات خوب داره میخرن. بعدا از اونو پرسان کردم که آیا می کشت میشه که به داخل زمین آبی کش کنی؟ گفتم بله، نهال وجود داره. اون سال ما رفتیم به مزار ارتباط گرفتیم. نهال از یک شرکت تحت نام شرکت هنگ وطن بوده که این خریداری کردن. نهال از با یک از دوستا به نام محمد رفیع جان شریکی آوردیم، یک جریب زمین کش کردیم و مردمان دیگه بعضی اینو آوردن کش کردن. اون سال بعد از اینکه کشت دیدم که واقعیت شیره از خریداری میکنه، از سال 1400 به این سو مردمان هرات دنبال نهال یا تخم از زیاد میگردن، چون که حاصل خوب داره، زحمت خیلی کم، آبم زیاد آنچنان نداره. بسیار عالی. درباره قوطی‌هایی که آوردین برای ما بگین، در کل چند نوع انقوزه داریم؟ نوعای متفاوتی داخل از این قوطی‌ها دیده میشه؟ بله، حدود 27 نوع انقوزه تخمی به افغانستان وجود داره که قابل کشته، که بیشتر ارزش خاص نداره. شیره نوع قیمت پایینه و کیفیت پایین‌تر داره و چندین نوع از اونها هست که شیره رنگ سفید داره، تاجیکی و ازبکی که واقعا ارزش خوب داره، یعنی اوربکاری مفاد خوب داره. دیگه که دیگر هست به نام قزاقی و نوایی و اینا که هست ارزش پایین‌تر داره شیره از بازار جهانی. دو نوع که هست به نام تاجیکی و ازبکی خوب بازار داره. بسیار عالی، خیلی عالی. کاشت گیاه انقوزه به چی شکل؟ تخم از او کاشته میشه یا نه به شکل قلمچه بری اونا کاشته میشه؟ تخم از هم کشت میشه و نهال از هم. تخم از چون که خیلی بد سبزه، کم سبز میکنه. احتمال 20% وجود داره که سبز کنه، اما نهال که هست 100%. بسیار. کسی که وارد نباشه، تجربه کافی نداشته باشه، از تخم از این نهال گرفتن نمیتونه و همون خاطر نهال بیشتر مردم کش میکنن. خیلی عالی. کدام مناطق هرات فعلا حاوی کشت انقوزه هست؟ ولسوالی قریان، ولسوالی پشت زرغون، فارسی، اینا زیاد کشته. چقدر نتیجه بخش بوده؟ واقعیت در این سالا نتیجه خوب داده.
حتی از سمت شمال که اونا کش میکنن اینجاش نتیجه بی‌تره میده. خیلی عالی. حتی در همین روزهای اخیر گیاه انقوزه هم مانند ای که به زعفران میگن طلای سرخ، نام طلای سفید در به گیاه انقوزه گذاشتن. طلای سفید میگن. بسیار عالی. اهمیت اقتصادی چقدر برخوردار گیاه انقوزه؟ اهمیت اقتصادی خوب داره، چون که در هر جریب حدود 100 الی 200 کیلو احتمال داره که شیره بده. هر کیلو شیره از فعلا به بازارشون که بازارهای جهانی بنده و ویزا نمیده، 1 کیلو شیره از 8000 تا 7000 افغانی خرید فروش میشه که 100 کیلو شیره بده 7 لک یا 8 لک روپیه میشه. پایین ترین از 100 کیلو احتمال داره تا 150 کیلو، یعنی پایین تر از 10 لک افغانی در یک جریب احتمال نداره که در بازارهای داخلی چگونه خرید و فروش میشه؟ یعنی قیمت از ارزان تره؟ در بازار داخلی به خاطر از که ویزا و هند، چون که بیشتر صادرات از به کشور هنده، بله. خریدار از این شیره از به صورت خام خریداری میکنه و او دستگاهی داره که روغن شیره از میگیره و به صورت پودر میکنه و او باز انتقالات داره به نام خود او صادر میکنه به کشورهای دیگه. بله. و سوال بعدی جناب آقای رحیمی، چقدر امروزه در ولایت هرات اگر ما نمونتاً مد نظر بگیریم روی از سرمایه گذاری های طولانی مدت فکر میکنن؟ مثلا خود زعفران، مثلا خود گیاه انقوزه، یک سری سرمایه گذاری های طولانی مدت که شاید آنن نتیجه بخش نباشه. این ایده ها چقدر گسترش پیدا کرده؟ واقعا در این سال اخیر که مردم کشت زعفران انجام داده بودن، روی کشتای آمدم که طولانی مدت باشه. گندم یک چیز هست که غالبا کاری فردا حاصل از اون برمی‌داری و حاصل خیلی کم ناچیزه، اما زعفران و انقوزه یک گیاهی است که مدت زمان طولانی لازم داره اما حاصل خوب داره. مردم خیلی رجوع آوردن به زیت کشتای. بسیار عالی. و سوال بعدی، آیا مثل زعفران بعد از یک مدت طولانی برداشت میشه بعد از کاشت یا نه؟ نهال از بعد از 3 سال شیره میده. تخم ازی بعد از 4 سال، یعنی 3 سال بعد صبر کنه که شیر ازی بتونه جمع آوری کنه. و آبیاری ازی به چی شکله؟ یعنی طولانی مدته یا خیر؟ در سال 4 ماه این آبیاری لازم داره که از برج 10 شروع میشه تا آخر برج 1 سال بهار ادامه داره. یعنی 4 ماه آبیاری ما هر 15 روز یک بار، یعنی در یک سال 8 یا 9 لازم. بسیار عالی. خود شما اولین بار که بالاخره گیاه را آوردین و کشت کردین چقدر امیدوار بودین که این بالاخره بعد از 3 سال مدت زمان کمی هم نیست، آیا این نتیجه میده کار ما نمیده؟ این وقتی که ما گذاشتین سرمایه گذاری که کردین خدای نکرده هدر نمیره؟ دیگه یک چیز امتحان شرط است. بله. گفتم بریم کشت انجام میدن، چون که ما روزانه میدیدیم که از مردم سمت شمال میومد از کوه‌ها تا این شیره جمع‌آوری میکنه و خرید میکردن. بعدم گفتم این کشت بیام انجام بدیم. فقط امیدوار بودن روزایی که میدونین شیره کویر خریداری میکنه تا 100% شیره ما خریداری میکنه. بسیار عالی. اولین چیزی که با خودم راه داشتین آقای رحیمی یک چپتری بود و بالاخره حاوی و محتوایی از اون میخوایم از زبان خود شما بشنویم. چه محتوایی داری گنجاند؟ این چپتر معلوماتی به خاطر از نوشته کردم چون که یک کتاب یا یک چپتر معلوماتی درباره نحوه کشت و برداشت انقوزه وجود نداره تا فعلا. منابع اینترنتی هم وجود داره اما قابل درک برای کشاورزا اینا نیه. و بعدن خود از تجارب خود چون که ما سال 1400 مردم تقاضای زیاده میکردن به کشت، نهال از این ما از سمت شمال وارد کردیم، ما آوردیم برای فروش. بعداً به خاطر از اینکه برای از اونها معلومات دقیق نداشتن گفتم باشه یک چپتر نشه کنیم. این چپتر از تجارب خود منم که برای سالات تجربه کردم، یه نوشته کردم طریقه کشت و برداشت و درباره معلومات درباره خود انقوزه، طریقه آبیاری و کده‌ای و همه معلومات به طور مختصر داخل چپتر است. خیلی عالی، هم خوانا هم مختصر و هم عالی. بله. چقدر در مورد استقبال قرار گرفت؟ بالاخره کسایی که دوست داشته باشن در قسمت سرمایه گذاری کنن مطمئنا یک معلوماتی نیاز دارن. بله. کار خود ما هم خیلی راحت کردیم. بیشتر مشتری‌ها می اومدن باید برین توضیحات زیاد میدادن، اون چپتر به دسترس اینا قرار میدیم، خیلی کار مساعده شده و بیشتر شرکت‌های طرف‌های شمال اینا از چپتر ما بردن برای خود چاپ کردن، از این چپتر استفاده میکنن.
ماشاءالله خیلی عالی. پس یک سهولت بسیار خوبی در قسمت کشت و برداشت گیاه انقوزه برای دوستا علاقمند فراهم کردین. آیا نمایشگاهایی هم برگزار میشه به خاطر شناخت گیاه انقوزه و اصلا چقدر آشنا هستن مردم با این گیاه؟ طرف هرات تا کدام نمایشگاه مخصوص به انقوزه تا برگزار نشده. بله. طرفای سمت شمال چون که این به اونجا بیشتر نمایشگاه برگزار میشه برای انقوزه و اینا. خیلی عالی. اما در هرات تا از انقوزه و سوال مهمتر، موارد استفاده گیاه انقوزه برای چی هست؟ حالا شما درباره شیره از او گفتین، در کل خود گیاه انقوزه برای چی خوبه؟ گیاه انقوزه گیاه طبیعیه که در داخل 600 نوع ترکیب دوایی استفاده میشه و داخل بهترین عطریات جهان، ترکیب از عطریات جهان دیگه. در قسمت لوازم آرایشی، در قسمت نگهدارندگی بوی عطریات از انقوزه استفاده میشه. بسیار عالی. پس موارد استفاده مختلفه داره. بله، داخل ادویجات از استفاده داخل غذاهای مختلف. خیلی عالی. سپاسگزاریم جناب آقای رحیمی عزیز. خوشحال شدیم از اینکه دقایقی در کنار شما بودیم، صحبت کردیم. چی پیشنهاد، چی خواسته، تقاضا، گفتنی و یا اگر کدام حرف و صحبتی باقی مانده باشه می‌خوایم از شما. تشکر، دست شما درد نکنه از اینکه ما دعوت کردین به این محفل خوب، به برنامه زیبا خوب. و یک پیام برای دواقین دارم که حداقل حدود 1000 نال برای امتحان کش کنن که ببینن واقعا ارزش خاص خود داره. به امید افغانستان آباد، آزاد، خودکفا. سپاسگزاریم آقای محمد ابراهیم رحیمی، بنیانگذار گیاه انقوزه در هرات، از اینکه با ما بودین. آرزوی موفقیت‌های بیشماری برای شما داریم، ان شاءالله کمچنان بدرخشید. سپاسگزاریم و تشکر میکنم از همه شما خوبان و عزیزانی که امروز برنامه یسریوار تا این دم و تا این لحظه تماشا کردین. امیدوارم از صحبت‌های مهمانان عزیز و گرامی، بخش‌های مختلف و مطالبی که در برنامه امروز تقدیم حضور شما خوبان شد استفاده کرده باشین و مورد توجه شما قرار گرفته باشین. ناگزیریم از حضور شما مرخص بشیم. شب و روز شما خوش. الله حافظ و نگهدار شما باد.